داداش اون انگشت اشاره است عزیز. من همه انگشتم کوچیکه. خوبه فقط انگشتت کوچیکه داداش. خب همون دستته بسته. برام. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من مسجدی هستم. امروز اومدیم سر ویدیو. بچه‌ها میخوام بیان ویدیو ریلزای اینستاشون رو بگیرن، یه ولاگ ریزی ازشون بگیریم، ببینیم اینا چیکار میکنن، شما بفهمید اینا چیکار میکنن، پشت صحنه ها اصلا چی هست. یه چالش خیلی خفن و باحالم میخوام بهشون بدم به همراه جایزه، ان که ازش سربلند بیرون بیاد. الان میخوام با چادر چیکار کنی؟ میخوام دبستانش بگیرم. دبستان برو خز میشه، میشنم خز میشه. عمو حسین، عمو حسین، عمو پویا، من نوکرتم. خوبی داداشی؟ دورت بگم مردم ببینی چرا یه جوری خیلی ترسیدی؟ داداش یهو اومدی توقع داری چیکار کنم؟ تو چرا قیافت یه جوری که من به وسیله داشتم واقعیت. آها از اون ترسیدی؟ من مأمور نیستم. الان من میخوام برم چالش رو به بچه‌ها بدم. بچه‌ها بیاید بازی تو الان چالش بیاید. نه بیاید. بیاید در ماشین. بیاید اینجا. بیاید. تا جایی که میتونید نزدیک باشید. بیاید. نه سعی کنید، من پیشنهاد میکنم یه مقدار فاصله، یه کوچولو فاصله‌تون اوکی هم باشه بد نیست. انگشت کوچیکتون رو بذارید رو ماشین. انگشت اشکال نه، انگشت کوچیکی داداش، اون انگشت اشاره است عزیز دارم. من همه انگشتم کوچیکه. دیگه چی؟ خوبه فقط انگشتت کوچیکه داداش. هر کی انگشتشو از رو ماشین دیرتر برداره 5 میلیون تومان جایزه میبره. دیرتر برداره؟ آره یه آخری سگ هر کی نده. آره شماها از تایمی که من گفتم دیگه نباید بخندین. متوجهی؟ 1 2 3 3 2 1 قراره بگه. داداش گفت بخند نه اینکه بترسون. داداش من بیشتر ترسوندم یکی اصلا اعداد رو اشتباه بلد نیستم کسی رو بخندونم. خب سعی کن نخند تو. نمیخندم. خوبی؟ منو تو موقعیت چیز قرار ندید که بخوام بخندم. بچه‌ها من تولد در پیش دارم، پول ندارم. برید. انگشت کوچیکه من دارم. الان انگشتم برداریم از بیماره؟ بله. اصلا تو اصلا انگشت تو نیست. میشه اینجوری مثلا جابجا کرد دیگه. آقا نه اون حرکتو نداریم. قفل. خندید خندید. اگه اینجوری داشتم صحبت می‌کردم گفتم اگه اینجوری خندید. من تو دوربین نگاه می‌کنم. من خودم ندیدم، تو دوربین ویدیو چک می‌کنم. نه خندیدم داشتم اگه گفتم اگه آقا این اصلا این انگشتشون تو نیست، روه. کجاه؟ تو نیست اصلا. برای تو الان برای تو زیره. آقا من عذرخواهی می‌کنم. عزیز من تو رو بودنش مهم نیست. شما هر سوراخی ببینید نباید انگشت کنید توش که. خندید خنده شده. خندید این پول لازمه رفت. من تو پول لازم نبودی چرا خندیدی؟ یه فرصت مجدد اینا رو می‌خندونی؟ نه چرا فرصت مجدد؟ فرصت نداری. بخندون دیگه. مگر نبود بخندونی. جدی اندازه قدشون نیست. یعنی چی؟ ها؟ یعنی معمولا میگن انگشت. من انگشتم کشید از استادم گفت یه کلاس پیانو پول نداشت. جان؟ ها؟ چی میگی؟ خندید. ما ازم پول لازم. سمون خندید. شد خنده‌شونو بگیری. عزیزم دخترا نمیتونن چیز کنن نخندن. پول لازمم برو. به ابوالفضل بده کارم. سنگازه چی خدا سوته؟ مادرت چی سنگازه چی؟ آقا سنگازه چی بازی می‌کنه؟ چک می‌زنه هر کی برد یه دونه می‌زنه. یکم تک بیاره، هر کی مثل تو تک بیاره. مثلا شبیه من بیاره میره بیرون. چی شده؟ دسترسی راحته. آره من اونجوریه. اینطوری اصلا یه سری جا نبا بریم. مدلش دیگه قشنگه. نه این میدونی چیه مثلا دیگه شلوالی یه موقع می‌بینی یه بادی میمونه این میره دیگه. بری اصلا خیلی. نفس بکش. خیلی بی‌مزه‌ن. کیا پسرا؟ خیلی بی‌مزه. خب یکی بیاد مزه دارمون کنه. ها؟ بازم خودم بردم. حالا بچه‌ها گفتم مهران، آقا جان یه دقیقه صبر کن. بچه‌ها گفتم مهران خندیده دیگه یه جایی. آره من ویدیو چک بکنم ببینم. اگه گفتم نخندیدم. آره من ویدیو چک میکنم. آقا طبق ویدیو چک پویا برنده شد. درست. مهران رید. آقا من قبول ندارم. آقا میشه میکروفون. آقا قبل اینکه اون سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی عزیز. درسته ما دستو زدیم قبول، دست حالا حساب نی. خنده چرا آقا؟
نمیخندید. آره چرا خندید؟ شما دستو برداشتی چرا لبخند به لبت اومد؟ کردن علیه من نبرم، اینا میخوان تیم ما قهرمان نشه. بابا شما اومدی جرزنی کنی؟ جرزنی تو بود که ازم باز شد. جرمهردی شدی. اینا کردم یکوش برات میوردم خوراکه. هر کس بخواد بره بلند پروازی بکنی. من عقاب ایرانم. همون دستته بسته. بیا اینجا بهت بگم چی بسته. اصلا دیره بگیره پویا. برو. پویا بابا پویا بیا از اون بری عکس هم میگیری. اینجا زاب داره بچه‌ها. داره چیز دیگه هم داره. به جز زاب چیزای دیگه هم داره. زاب سمت کو. بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. بچه‌ها دارن میرن دنبال کار زندگیشون. بچه‌ها مظلوم ترین، آره. زیباترین، پرفکت ترین، خفن ترین، بازیگرترین، عشق ترینشون تو جمع منم. این آقا رو نگاه کنید. کثافت مرض رفته نشسته جلو. مدنی تو خودت جلو نشستی حالا برگشتنی منو. اتوماتی دارم. زده فری. این چیه؟ چشات زد بیا جلوتر چشات ببینم. بچه‌ها چشای مهران رو ببینید روش کراش بزنید. ماشین پویا از دستش آسی شده. پویا داداش کمربند چرا نمیبندی؟ کمربند خودش. هیچکی به سامان خدایی نمیرسه. کلا بچگی نمیبستن. شمالش هم سوراخه. حالت خاصه تو اینو با من تکرار کن. پنگال. برنجو با چی میخوری؟ با قاشق. ای دهنتونه مگه نباید میگفتین چنگال. تکراریه. الان زاویه شدی؟ قاشق چنگال این دوتایی با هم تو اصلا چرا کمکش کردی؟ کمک نیست خیلی قدیمیه. This is old. خب اجازه بده. یه ذره پاتو بذار رو ترمز سرعت اصلا همه من بعد ناراحته. من فیلمو گرفتم دختر یه پیپی. چیکار؟ گو همه پسرا انن. گفتم همه دخترا هر کی کراش داره کامنت بذاره. بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هر کی کراش داره کامنت بذاره. خدافظ. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ. خدافظ. با خدافظ.